گذری بر تاریخ و ادبیات ایران زمین. برنامه ای از دکتر سیامک رفیع‌زاده. با درودی گرم به هم میهنان عزیزم، سیامک رفیع‌زاده هستم و در اولین برنامه سال 2024 در کنار شما در رادیو پرشنونده نارمک. برنامه امروزم رو که امروز 7 ژانویه 2024 ضبط میکنم، یعنی روز 17 دی ماه، اجازه بدین که با شادباش این روز پر افتخار 17 دی ماه، روز آزادی زنان از حجاب، رو به شما شادباش بگم و در این زمینه از همرزم گرامی و دوست عزیزم دکتر امیر حمیدی که به مناسبت امروز ویدیویی منتشر کردن و سخنرانی ایراد کردن، آن رو برای شما بازگو کنم، چون بسیار زیبا به دلایل تاریخی و اهمیت این روز اشاره کردن. همان گونه که اطلاع دارین، این دوست عزیزم دکتر امیر حمیدی و خود من عضو هیئت امنای نهاد مردمی ایران هستیم، همراه دکتر ایمان فروتن، جناب ابراهیم گنجی و بانو استر سلیمی، و سالهای زیادی در کنار هم در جبهه‌های مختلف برای آگاهی رسانی و برای کمک به مردم ایران در راه آزادیشون فعالیت‌های بسیاری همه این عزیزان کردند. دکتر حمیدی همچنین در سازمان ققنوس عضو هیئت امنا و مدیر هیئت امنای ققنوس نیز میباشند. اینک به گفتمان ایشان اشاره میکنم. روز کشف حجاب یا رفع حجاب زنان ایران 17 دی ماه 1314 به فرمان رضاشاه کبیر به تصویب رسید. رضاشاه در اصل با سیاست کشف حجاب و رفع حجاب زنان ایرانی به دنبال حذف فرهنگ اسلامی بود. زنان آزاده بسیاری سعی نمودند که در این راه گام بردارند، اما کشور مذهب زده و در بسیاری مواقع اسیر در چنگ اجنبی اجازه این مهم را حتی از مردان هم دریغ می‌کرد، چه رسد به زنان که حتی در سرشماری جمعی هم شماره نمی‌شدند. اما در اینجا باید یادآور تاریخی باشیم که این مهم را مکمل شد و آن تاریخ روز 19 دی ماه 1341 می باشد. در این تاریخ که با نام رخداد انقلاب سفید از آن یاد می شود، توسط محمد رضا شاه پهلوی در 6 اصل خلاصه گردیده بود. اما بدون شک حق رأی به زنان ایران از اصول برجسته آن به شمار می رفت و علی‌رغم همه مخالفت‌های مراجع تقلید و روحانیون، حق رأی زنان پذیرفته شد و بانو دکتر فرخرو پارسا اولین زنی بود که به نمایندگی از سوی مردم تهران
در دوره 21 انتخابات مجلس شورای ملی وارد مجلس گردید و شگفتا که به همین دلیل یا به جرم همین نماینده زن مجلس بودن در بیدادگاه خمینی و بقیه دستاربندان به جوخه اعدام این جانیان سپرده شد. اما جای پای بانو فرخرو پارسا از پیش از به بند کشیده شدن، اعدام و جاوید نام شدن ایشان، جنبش زنان ایران از همان دقایق سیاه این هجوم فرهنگی نطفه‌اش شکل گرفته بود و به دنبال یک سیاهکاری با نام جعلی انتخابات سراسر دروغ این فرقه تبهکار، نخستین فریادهای نه به جمهوری اسلامی به همراه تشکیلاتی اما پراکنده در ایران تب زده و در دیگر نقاط جهان شروع به باروری نمود. و باز یکی از اولین جانباختگان در این راه پرفراز و فرود بانو دارابی بودند که با خودسوزی خود شعله‌های این اعتراض جمعی را فروزانتر نمودند و در 10 سپتامبر 1399 خودسوزی سحر خدایاری دخت آبی همه ملت ایران برای ابتدایی ترین حقش که حق ورود به ورزشگاه بود ایرانی به سوگ نشست. اما آبیاری نهالی که فرزندان خصوصا دوشیزگان و بانوانی که نه قهرمانی به نام دکتر فرخرو پارسا را دیده بودند و نه دوره ایرانی قانونمند را تجربه کرده بودند، یکی بعد از دیگری از هم پیشی می گرفتند و امروز این دستاربندان بیخرد و عاری از وجدان اعتراف می کنند آنچه جمهوری جهل و جنون اسلامی آنان را به مخاطر انداخته حضور دلیرانه و پررنگ شیرزنانی است که نه تنها فاتح میدانی ایران شده، نام گرفتند که در تمامی مجالس قانونی در همه جای جهان امروز نه تنها فریاد ملت ایران و به خصوص زنان دربند ایران شده‌اند، بلکه در بسیاری از موارد سینه‌شان را برای زنان کشورهای همسایه و منطقه نیز سپر کردند. این همان وحشتی است که افراد بیکفایت دستاربندان را لحظه آرام نمی‌گذارد و خوب می‌دانند که این آزادگان زاده شهامت رضاشاه کبیری هستند که اگر حکم به اجبار هم در آن زمان که بیش از 86 سال از آن می‌گذرد به کار بستند، نیت او بدون شک کمرنگ کردن قوانین اسلامی و به مرور از بین بردن آن برای بازگرداندن ایران، این سرزمین همیشه جاودان، به جایگاه برحق جهانیش بود. حقی که طی 1400 سال با یورش تازیان از مای ملت سلب شد. در تاریخ همانطور که پیشتر نیز اشاره شد از زنان بسیاری نام برده شده. زرین تاج، ملقب به طاهره قرةالعین، یکی از چهره‌های برجسته آشنای تاریخی از میان آن شیر دلان است. بانویی که تا درجه اجتهاد پیش می رود و در پایان قداره را که زبان تیزش بود آنچنان با سخنان و با رخ نمایان کردن
و به دنبال آن با سخنرانی مستدل خود که در بدشت ایراد می کند، مردی متعصب و مدعی با دشنه سینه خود را می درد. اما او هم دیگر توان قدم‌های بلندتر را ندارد و با همان هم سر در این راه می دهد. اگر جرقه‌ای هم زده شده بود، باز قهرمانی را طلب می کرد که این مهم را با دلیری به قانونی تبدیل کرده و آن را به اجرا گذارد، که این قهرمان دلیر رضا شاه کبیرمان بود، که با این سیاست که کشف حجاب یا رفع حجاب زنان ایران بود، با استناد به فرمایشات خود ایشان نیمی از ملت ایران را وارد کارزار سازندگی ایران جاودانمان نمودند و زنان ایران را که اولین آموزگاران ملت سرزمینمان بودند را با رهایی ایشان با عزت نفسی بیشتر دوباره دعوت به تربیت پرچمداران فردای سرزمینمان، یعنی فرزندان ایران زمین نمودند. آری روز رهایی کشورمان از این تبهکاران بسیار نزدیک است. روز 17 دی ماه به شما بانوان ایران زمین فرخنده باد. آری با سپاس از دکتر حمیدی گرامی. در پایان من هم به مانند شهربانو فرح پهلوی که در بیانیه اخیرشان نوشته بودند، اطمینان دارم که ایران ما آزاد خواهد شد و همه ایرانیان سربلندی درخور تاریخ خود را باز خواهند یافت. به امید آن روز. به نام دختران سرزمین آفتاب، به نام رهروان حق، به نام انقلاب، به پاس خون صبح، به رأی زندگی، قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی. گذر کن از تمام روزهای غرق خواب، گذر کن از تمام لحظه های اضطراب، ز طوق بندگی به شوق زندگی، برون شو از جهان سرد و تلخ بردگی. دست بر دست هم دریا می شوی، طوفان می شوی، می خروشی. دست بر دست هم مشتای محکمی، فریاد می زنی آزادی. برای گیسوان دختران انقلاب، برای مردمان من به رسم انتخاب، نترس و دم بزن، برای حق بزن، بیا برافکن درفش جون اهرمن، که فردای روشنی در انتظار ماست. رسانه گذشته بر لبان بچه هاست، طنین خنده ها بلند و یک صداست. شعار زن زندگی پیام نسل ماست. دست بر دست هم دریا می شوی، طوفان می شوی، می خروشی. دست در دست هم مشتای محکمی، فریاد می زنی آزادی. ای آزادی، ای آزادی، زن زندگی آزادی. آری در چند روز گذشته اتفاقات مهمی در منطقه رخ داد و همچنین برمیگردیم به حادثه ناگواری که در کرمان چند روز پیش به وقوع پیوست. از ترور رهبران حماس توسط اسرائیل باید صحبت بکنم. از معاون رهبر حماس صالح العواری که در بیروت کشته شد، همچنین از آقای رضی موسوی فرمانده سپاه پاسداران در سوریه و از نزدیکان خامنه‌ای و معاون میشه گفت جانشین قاسم سلیمانی بود که در سوریه ترور شد توسط نیروهای اسرائیلی.
و همچنین از ترور ابو تقوا رهبر جنبش النجبا در 4 ژانویه توسط نیروهای امریکایی در عراق باید صحبت کنیم که همه اینا در ارتباط با اینه که دیگه دنیای غرب دست و پای این تروریست ها را در منطقه قطع خواهد کرد و اجازه فعالیت و برنامه ریزی برای کشتارهای دست جمعی و عملیات تروریست علیه مردمان مظلوم منطقه را نخواهد داد. و این هشداری است به خامنه‌ای که اگر این جنگ افروزی را توسط نیروهای جانبی خود، این هشت شعبی ها و این تروریست هایی که در لبنان و سوریه پرورش داده ادامه دهد، کار به خود او نیز خواهد کشید. و برگردیم به ماجرای کرمان. در سالگرد کتلت شدن به قول مخالفان جمهوری اسلامی آقای قاسم سلیمانی، مراسمی در کرمان برگزار میشه که هیچ یک از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در اون شرکت ندارن. خانواده خود قاسم سلیمانی در اون مراسم شرکت نمیکنه که شب قبلش 3 دخترش در تهران در یک کنسرت موسیقی شرکت کرده بودن، ولی در مراسم بزرگداشت پدرشون شرکت نمیکنن. با انفجار 2 بمب تا امروز حدود 100 کشته به جا گذاشته از مردم بیگناهی که در آن مراسم شرکت کرده بودند. کرمان رو اون روز تعطیل عمومی اعلام میکنن تا مدارس و کارمندان و کارگران بتونن در این مراسم شرکت بکنن برای اینکه جمعیت زیادی رو نشون بدن. ولی قابل توجه اینه که استاندار کرمان اعلام میکنه که 16 بمب قدرتمند پیش از مراسم در کرمان کشف شده. یعنی اینا خودشون میدونستند، حالا از این ور و اون ور بعضی از سخنانشون رو نسنجیده و یا سنجیده اعتراف میکنن، میدونستند که جو بسیار جو خطرناکیه، مردم بیگناه رو اونجا کشیدن، هیچ کدوم از مسئولین خودشون اونجا نبودن و در 2 انفجار بزرگ تعداد بسیاری کشته و زخمی به جای میگذاره که اول میان اینو ربط میدن به اسرائیل، بعد میبینن صداش در نمیاد از طرف اسرائیل. سازمان مثلا آیسیس میاد این رو به عهده میگیره، ولی همه کنشگران سیاسی و تحلیلگران این امور میدونن که این کار خود رژیمه. و این چجوری لو میره؟ فردای اون روز خانم زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی با ابراز تأسف از کشتار مردم میگه که این شهید دادن، این جان دادن و این خونریزی در راه شهدای انقلاب ما، یعنی مثلا پدر خودش، نشون میده که این ملت هنوز پابرجاست و در کنار رهبری و در کنار انقلاب. یعنی ببینین سفاهت این زن رو، ببینین از کشته شدن مردم ابراز خوشنودی میکنه برای اینکه خون آنان باعث ادامه خلافت این ضحاک زمان خواهد شد.
عالی. حالا یه توضیح بیشتری باید در این چند موضوع بدم. بعد از ترور قاسم سلیمانی، بزرگترین ترور رضی موسوی است. شبی که در اتاق مشترک در بیروت رضی موسوی مورد هدف قرار گرفت، طبق گزارش‌های محلی قرار بر آن بوده که حسن نصرالله در آنجا حضور داشته باشد، که قبل از حضور حسن نصرالله رضی موسوی مورد هدف قرار گرفت، که خود این میگویند یک کد بسیار مهمی به حزب الله از طرف اسرائیل بود. اما بعد از آن شاهد سخنرانی تند و تهدیدآمیز نسبت به امریکا و اسرائیل توسط شیخ اکرم کعبی در سالگرد قاسم سلیمانی بودیم، که دقیقاً یک روز بعد از سخنرانی این شیخ اکرم هواپیمایی به شماره پرواز آربی 522 از دوحه به سمت دمشق پرواز میکنه، که در حین پرواز بر روی آسمان کویت اعلام فرود اضطراری کد 7700 میکنه که مجبور به فرود به فرودگاه بغداد میشه، در صورتی که میتوانست در فرودگاه بصره فرود بیاد. در فرودگاه بغداد تشریفات هشت‌الشعبی گروه النجبا بعد از فرود اضطراری پرواز ذکر شده طبق گزارش حدود چندین کیف‌های بزرگ تخلیه میشه، که طبق فرضیه ها میتوان حدس زد که تفاهم نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و قطر جهت ارسال پول‌هایی که جمهوری اسلامی در قطر داشته برای گروه النجبا در عراق فرستاده شده. و دقیقاً یک روز بعد از فرود اضطراری و تخلیه کیف‌ها و تهدید شیخ اکرم کعبی که با نام سازمانی ابوطبقای سعیدی مشهوره، ایشون در بغداد ترور میشه توسط امریکا. و آقای پیت رایت سخنگوی پنتاگون در مورد شناسایی نیروهای نیابتی ایران در عراق و کمک دولت عراق در شناسایی آنها نیز سخنرانی ایراد میکنه و خودشون میگن که ایشون رو که قصد برنامه ریزی برای حمله به پرسنل امریکایی در عراق داشتند نابود میکنند. اینم از گزارشاتی که نشون میده امریکا هم دیگه دست به سینه نخواهد نشست و حداقل داره اخطاری به خامنه‌ای میفرسته برای این جنگ‌های نیابتی و تروریستیش در منطقه. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در یک دو هفته اخیر اتفاق افتاد، سخنرانی ضحاک زمان رهبر الدنگ جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای بود با دختران سلیمانی و اینکه ایشون در آن سخنرانی میگوید در 20 سال پیش در محلی که جمع شده بودند بدون برنامه ریزی قبلی ایشون سخنرانی کرد، ولی حرفها از دهن ایشون در اومد، ولی این سخنان خداوند بود. یعنی ایشون
داره میگه که من از طرف خدا صحبت کردم. این رهبر نقی که در بازار الان دارن دنبال تریاکی که اون شب مصرف کرده بود قبل از این سخنرانی میگردن، چون خیلی طالب زیاد داره و میگن عجب دوایی بوده که ایشون رو اینجوری ملنگ و مالی خولیایی کرده. گذشته از این شوخی باید اظهار تأسف کرد از مسلمانانی، از پیروان ایشون و یا از آیات اعظامی که اگه هنوز احترامی دارن و یا میشه گفت معمم هستن و یا در فقه اسلامی واردن، که این رو میشنون و عکس العملی نمی کنن. که یک سادیست لونتیک، یک هیتلر زمان، یک فاشیست مذهبی میاد و میگه من از طرف خدا سخن گفتم و یا سخن من همان حرف خداوند است که من آن را بازگو کردم. این اگر انتقاد نشه، تنقیح نشه، اگه با بیانی محکم به دهان ایشان زده نشه، وای بر اون عمامه، وای بر اون فقه، وای بر اون حوزه مثلا علمیه‌ای که شما از اون چندین سال نشستین و نون میخورین. نشون میده که عمق فساد و کثافتکاری که در این دستگاه روحانیت شیعی وجود داره که همشون یا حداقل بگیم اکثریت بالای 90%شون برای امرار معاش و برای سوء استفاده از منابع مالی و سوار شدن بر دوش مردم مظلوم ایران اونجا نشستند و نه چیز دیگری. اگه حقیقت داشته باشه در این دنیای مجازی، آدم همه چیز رو باید زیر علامت سوال بذاره. بیانیه آیت الله محمد امجد، استاد اخلاق حوزه علمیه قم، در مورد سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای منتشر شده که در اونجا ایشون میگوید جناب آقای خامنه‌ای، سخنان دیروز شما را شنیده و به خدا پناه میبرم از استدراج، به خدا پناه میبرم از این همه بازیگری که به قول و فعل شما حاکم شده. به خدا پناه میبرم از این دیکتاتوری و استبداد رأیی که شما آن هم در لباس روحانیت به آن دوچار شده اید. سخنان شما نشان داد که انسان ولو با همه مزایا میتواند در منظر عام خلاف عقل و منطق سخن بگوید و نه از خلق پروا کند و نه از خالق. شما نام این استخفاف مفتضح را انتخابات میگذارید و بعد هم برای هر کسی که نخواهد در این نمایش شرکت کند حکم ارتکاب گناه کبیره صادر میکنید. آیا اگر کسی نخواست به این استخفاف تن دهد معصیت کرده؟ در حالی که گناه این است که شما با چماق و زور و تزویر همه بندگان خدا را عبد خود کرده اید و این جمهوری را به کلی از معنا تهی کرده اید و راه نفس کشیدن بر هر آزاده‌ای بسته اید و جاهلان بی حیا را بر جان و مال و آبروی مردم مسلط کرده اید و دانایان را به کنج عزلت رانده اید و علما را مرعوب یا زرخرید کرده اید و در حالی که پیش چشم همگان در همه امور جزئی و کلی، از خرید یک واکسن تا انتخاب وزیر و استیضاح و سوال و تا حصر و حبس مظلومین جملگی در ید اختیار شماست، باز جلوی دوربین ها نقش منتقد و بیگناه را بازی می کنید که کناری نشسته و به جبران ظلمی تذکر می دهید.
گمان می‌کنید بر عاقلان پوشیده است که جز تطهیر چهره خودتان غرض از این همه سخن آن بود که زمینه را برای مسدود کردن همین فضای مجازی هم فراهم کنید تا مبادا آگاهی مردم مانعی ولو اندک برای استبداد رأی شما و جانشین شما باشد. گمان می‌کنید مردم نمی‌فهمند و نیات شما و بازیگری‌های شما امری پوشیده و پنهان است؟ بسیار شگفت‌انگیز است که از حجاب اجباری دفاع می‌کنید و کار را هم به دست پلیس می‌دهید، در حالی که می‌دانید چه جنایت‌ها و فسادهایی در اثر این امر رخ می‌دهد. آن وقت اگر کسی در اعتراض به این مظالم و مفاسد روسری از سر برداشت، در حکومت شما به قتل نوامیس مسلمین و حبس‌های طویل المدت محکوم می‌شود. عجیب‌تر آن که این موضوع را به امام استناد می‌دهید، در حالی که همه می‌دانند امام در پاسخ به سؤال مسئولان صرفاً با لزوم حجاب در ادارات دولتی موافقت کرد. و این شما بودید که مانند دوستان مؤتلفی‌تان مسئله اصلی مملکت برایتان حجاب زنان بود و با سخنرانیتان عده‌ای به خیابان می‌ریختند و زنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و به کمیته می‌بردند. امام در همان وقت به آقای ناطق که وزیر کشور بود دستور داد ضاربان تعزیر شوند و اخبار تعزیر را از رسانه‌ها اعلام کنند. شما می‌دانید این گونه سخن گفتن خار کردن امام است و باز این کار را انجام می‌دهید، در حالی که در ظاهر از او تجلیل می‌کنید. که این نامه طولانیه، من با اون کار ندارم، فقط قسمتی که به انتخابات ربط داره اینجا براتون بگم. این جانب هرگز در هیچ دوره‌ای، چه زمانی که خود رأی دادم و چه وقتی که رأی ندادم، برای احدی تعیین تکلیف نکردم و معتقدم که در امر سیاسی هر فردی خود مجتهد است. لیکن اکنون از جهت بیان معیارها و ملاک‌ها اظهار نظر را بر خود فرض می‌دانم. در وضعیت فعلی از آنجا که در مملکت یک رأی بیشتر وجود ندارد و آن رأی آقای خامنه‌ای است و این عین فرعونیت است، و از آنجا که اینها همگان را برده می‌خواهند، شرکت در این نمایش مصداق شرکت در استخفاف مردم و ظلم پذیری است و روشن است که انجام چنین فعلی و هر فعل دیگری که تایید باطل باشد منع اخلاقی و حکم حرام شرعی دارد. امروز بر علماست که یا عمامه از سر بردارند و یا در مقابل این بدعت‌ها و ظلمی که بر مردم می‌رود و پایمال شدن حقوق ایشان بایستند. سلام خدا بر همه حق جویان و حق پرستان عالم باد. خیرخواه شما، محمود امجد. این اگه واقعیت داشته باشه باید به ایشون تبریک گفت که حداقل به عنوان یک مجتهد شهامت و این رو داشتن که در مقابل لاتالات خامنه‌ای و این اراجیفی که برای مجبور کردن مردم به شرکت در انتخابات گفته جواب قاطعی دادند. آری، بر هر مسلمانی است، بر هر انسان آزاده است که در مقابل ظلمی که عیان و عریان بر دیگران به نام خدا روا داشته می شود بایستند و این اولین شرط هر کسی است که می گوید من انسانم. دین، مرام، آیین بعدش میاد، نه قبل از اون. با ما باشید.
حالا بعد از این مطالب سیاسی بیاین گریزی بزنیم به فصلی که من خیلی دوست دارم در موردش صحبت بکنم و اون اینه که فهم هر کسی به اندازه درک اون شخص، به قدر درک اوست. هر کس در محدوده توانایی‌های ذهنی خودش حرف ما رو میفهمه. فرض کنیم توانایی درک یک شخص را بتوان با یک عدد مثلا نشون داد و برای هر سخنی میزان توانایی معینی نیاز باشد. برای مثال شخص A توانایی درک ذهنیش 10 باشد و شما سخنی منطقی بگویید که برای درک آن میزان توانایی 20 نیاز باشد. در این صورت او تنها نیمی از مفهوم و دلایل سخنان شما را درک می کند. اما شما تصور کنید او نیز مثل خود شما تمام سخنان منطقی را که گفته اید درک کرده باشه یا توقع دارید به سادگی همانند شما اقناع شده باشه. اما اینطور نیست، چون برای درک و اقناع او نیاز از تمام سخن شما را بفهمد و درک کند. همانطور که برتراند راسل می گفت برداشت نادان از چیزی که دانا می گوید هیچ وقت نمی تواند درست باشد، چرا که نادان هر چیزی را که می شنود به چیزی که بتواند بفهمد تفسیر و ترجمه می کند. یعنی سخنان منطقی و علمی رو وقتی که به یک نادان و یا به کسی که درک پایینی از این مسائل داره میگین انتظار نداشته باشین که به همون متون، به همون دلایل علمی و منطقی ایشون واقف بشه. نه، ایشون مقداری از اون رو میتونه درک بکنه که اندازه فهم و قوه جذب و توانایی ذهنی اون باشه. با توجه به این مسئله 2 نکته رو باید رعایت کرد. به آسانی با هر کسی وارد بحث نباید بشیم. به قول دیگری از راسل، سعی نکنیم با یک صابون زغالی را سفید کنیم و یا اگر هم وارد گفتمان میشویم تنها نکات ساده و بدیهی را در استدلال خود به کار ببریم که چندان نیازمند فهم عمیق نباشد. نکته دوم اینه که معمولاً افراد سخن یکسان را به گونه‌های متفاوتی فهم و درک می‌کنند. یعنی ابتدا یک سخن را در ظرف ذهن خود می‌ریزند و به فرمی در می‌آورند که با ذهن و ضمیر خود سازگارتر است. به بیان تمثیلی هر حرفی ابتدا در اندازه ظرف اندیشه افراد قرار می‌گیرد و اضافی آن اگر از فهم آنها فراتر باشد بیرون می‌ریزد. در مرحله دوم نیز همان سخن به شکل قالب ذهن افراد در می‌آید. چنانچه شوپنهایمر می‌گفت هر کس در واقع آنچه را که با طبیعت او همگونه است می‌فهمد و ارج می‌نهد. کسی که سطحی است چیزهای سطحی را می‌پسندد، کسی که عامی است چیزهای عوامانه را، کسی که ابله است مهملات را. هر کس بیش از هر چیز آثار و محصول خود را میپسندد که کاملا با او یکسان و هماهنگ است. اندیشمندان برای این موضوع راه‌حل‌های متنوعی دادند، اما بسیاری از آنها همچون خود شوپنهایمر معتقد بوده که نباید با هر کسی وارد بحث شد و گاهی باید از گفتگوی بی حاصل نیز پرهیز کرد.
دکارت، مور و فلاسفه تحلیلی تأکید را بر وضوح سخنان گذاشتند، به شکلی که تا جای ممکن سخن واضح و متمایزی به کار رود که از سوء ظن و برداشت‌های نابجا جلوگیری شود. اما ما این نکات را مد نظر نداریم و اغلب فرض ما بر این است که سخنان ما همانطور که برای خودمان سرراست یا قابل فهم است، برای دیگری نیز به همین ترتیب درک می شود. حتی به جرات می توان گفت که بسیاری از اندیشمندان نیز دچار این سهل انگاری ها شده و می شود. نتیجه این گفتمان این است که اولا با کسانی که فهم و درک بسیار پایینی دارند نباید وارد بحث و گفتمان ها شد، حتی در مورد مسائل سیاسی. و نکته مهم دیگر این است که باید با سخنان ساده، کوتاه و سنجیده که قابل درک آنان باشند با آنان سخن گفت، و الا بیشتر مسائل تحقیقی و علمی به قول همون ضرب المثلی که در فارسی داریم از این گوش میاد و از این گوش میره بیرون برای اونها. هاری، به امید آزادی، به امید آگاهی بیشتر و به امید اینکه فردای ایرانمان هرچه زودتر به دست مردم ایران رقم بخورد و به سوی توسعه، به سوی عدالت اجتماعی و به سوی آن برویم که ایران و ایرانی مقام در خور تاریخ خود را بازیابد. برنامه رو با شعری زیبا به پایان میرسونم. جای آن دارد که دیگر کاسه سر وا کنم، محتوایش بنگرم غوری به باورها کنم. دفتر داناییم باید که بگشایم کنون، پاسخ هر پرسشی را آن میان پیدا کنم. بررسی می‌خواهد این پندار بعضاً نادرست، باید از نو با درایت ذهن خود احیا کنم. عقل را داور کنم بر هر صحیح و ناصحیح، شعله های کج خیالی با خرد اطفا کنم. در میان جمجمه افکار نامعقول هست، باید آن را منطبق با واقعیت ها کنم. در دماغ من خرافاتی عفن پنهان شده، من نباید خیشتن با مهملات اغوا کنم. اعتقادات غلط باید به دور انداختن، هرچه با عقل و خرد همراه نشد امها کنم. بعضی از اندیشه های من دیگر پوسیده است، باید این انبار را خالی ز بنجل ها کنم. من به عمق اشتباهات خودم پی بردم، چاره‌ای باید نه آنکه چشم خود دریا کنم. گرچه عمرم شد تلف اما برانم بعد از این، تکه تنها بر مسجل‌ها و محرزها کنم. از میان این همه اندیشه های مختلف آنچه را در صحتش تردید نیز ابقا کنم. مابقی را که چرندیات هجوی بیش نیست، منهدم گردانم و نابود و ناپیدا کنم. ای رفیق هم نظر مشتاق دیدارم، بیا تا که اسرار درون را نزد تو افشا کنم. شعری بود از نیم 3. به امید ایرانی آزاد و آباد. تا برنامه آینده، بدرود.
همیشه بهارم، به جز غم تو چه دارم، باران تو به بار، مگر تو بشویی سیاهی از همه جا، باران تو به بار. جاودان به نسیم سحر سوگند، شاد ما به تو پیوسته هستم. تا تو شوی آباد ایران، تو بخندی شاد ایران، چو نسیم سحرگرد آزاد ایران ایران. تا تو شوی آباد ایران، تو بخندی شاد ایران، چو نسیم سحرگرد آزاد ایران. باران بر خاک پاکت زرینه تاکت جان می‌بخشد، باران گلخن بزند شاه جان می‌شود آزاد ای نظم من. گل همیشه بهارم، به جز غم تو چه دارم، باران تو به بار، مگر تو بشویی سیاهی از همه جا را، باران تو به بار. جاودان به نسیم سحر سوگند، شاد ما